در حال گرفتن نشتی توالت ایرانی توسط استاد میلاد کرکلی. آها دقیقا چیه سیفون سوراخ، زیر سیفون سوراخ شده، نشت آب چیکه میکنه داخل سرویس همسایه. الان میخوایم سیفون رو کشیدیم بیرون، میخوایم عوضش کنیم. در حال چسب زدن زانو 45 درجه که متصل میشه به شترگلو. چسب باید دقیقا قشنگ به زانو 45 درجه بخوره تا که متصل بشه به شترگلو. سر اتصالات رو باید خوب تمیز بکنی تا خاکی چیزی روش نباشه. باید خوب پرچسب باشه که محکم اتصال خودشو بگیره تا خراب نشه کار، از دوباره این مشکل پیش نیاد. مگه نه استاد میلاد؟ بله دقیقا هم. حالا نگاه کن این چسبی که داخل که زانو 45 میخوره با این چسبی که میاد داخلش، این دوتا با هم قفل میشن داخلش. نگاه کن دوتا چسب که داخلش قفل میشه، از این درزا آب دیگه نمیاد بیرون. نگاه کن این هم چسب اینجوری میکشی قشنگ. نگاه کن چسب داخلش نگاه کنید. آها اوکی. این دوتا چسب این لبه رو باید بگیره قفل کنه که بعد نشتی نده. اوکی. اوکی دیگه اوکی.